ای جامه بر خود پیچیده، به شب هنگام برخیز مگر پاره از آن، نصفش را یا اندک از آن را کم کن یا چیزی بر آن بیفزای و قرآن را با تأنی و تأمل بخوان. بیگمان ما به زودی بر تو سخن سنگین را القا می نماییم. براستی برخاستن شب برای عبادت گام سخت استوار و سخن بس پایداری است. بیگمان برای تو در روز مشغله و آمد و شد دامنه داری است. نام پروردگارت را یاد کن و تنها با او دل ببند. اوست پروردگار مشرق و مغرب، جز او معبودی نیست، پس او را کارساز خود بگیر و بر آنچه میگویند صبر کن و به نحو شایسته از ایشان دوری گزین و مرا با تکذیب کنندگان صاحب نعمت تنها گذار و ایشان را اندکی مهلت بده. روزی که زمین و کوهها سخت به لرزه می افتند و کوهها به توده های ریگ روان مبدل می گردند. ای مردم، بیگمان ما به شما پیامبری را فرستادیم که بر شما گواه است، چنانچه به سوی فرعون پیامبری را فرستاده بودیم، ولی فرعون به آن پیامبر نافرمانی کرد، بنابراین او را سخت گرفتار ساختیم. در صورتی که با کفر خود دوام دهید، اگر همچون فرعون در دنیا گرفتار ساخته نشدید، پس چگونه از عذاب روز خلاصی حاصل می کنید که کودکان را شدت عذاب آن پیر می سازد؟ آسمان بدان روز شگافته می شود و وعده خدا تحقق یافته نیست. بیگمان این پندی است، بنابراین هر که بخواهد راه را به سوی پروردگارش برگزیند. بیگمان پروردگارت می داند که براستی قریب 2 ثلث شب یا نصف آن یا ثلث آن را برای عبادت می خیزی و نیز گروهی از کسانی که با تو هستند. خداوند شب و روز را اندازه می کند. او دانست که شما حساب دقیق آن را گرفتن نمی توانید، بنابراین شما را به رحمت خود بخشید. پس هر قدری از قرآن را که به شما آسان است بخوانید. خدا دانست که بعضی از شما بیمار خواهند شد و دیگران در زمین سفر می کنند و از فضل خدا می جویند و دیگران در راه خدا می جنگند. پس هر قدری که از آن به شما آسان باشد بخوانید. نماز را به تمام و کمال ادا کنید، زکات را بپردازید و به خداوند قرض بدهید، قرض حسنه، و هر خیری را که برای خود از پیش می فرستید آن را